این خو کار خوب نیست به حساب تویانا میگه پا منتها از مردم پروان یک لک و این قدرها زیاد نیست. او را هم به اساسی است که به حساب شیرینی میمانند. بازمون را پس دختر گرفته یک چیزی به خانه مخسران میبره دیگه، به حساب خانه پدری چون مصرف نمیشه. به حساب مردم جلال آباد یک خوارخانده ما بود که عرسی کرد، بسیار تویانی گزاف گرفتن. باز دخترک فقط در خانه مثل یک کنیز واری زندگی میکرد. اصلا اجازه رفتن به خانه پدر هیچ نداشت، هیچ زبان نداشت که در خانه گپ بزنه دیگه. بنان تقاضای ما از مادرای عزیز، از پدرای گرامی اینمی است که هیچ وقت دخترتان در بدل پیسه نفروشید. تو اینا بسیار بعضی کسا سنگین تمام میشه. باز دختر بیچاره میره به حساب تو اینا چقدر میگه تو سر ما فروخته، چقدر مشکلات ها زیادتر فامیلا از اینمی مشکل پیدا میکنه. خوشی دختر مهمترین چیز است و گناه هم داره به حساب تویانه کس که میگیره. بعضی مادرها اصلا هیچ نمیفهمن. من خودم یک مادر هستم دیگه، کار خوب نیست گرفتن تویانه به نظر من.